سوره معارج از سوره های نازل شده در مکه مکرمه از روی ترتیب 70 سوره قرآن و دارای 44 آیت است. بعضی از مقصدهای اساسی این سوره مبارکه تأکید آن که کافران روز قیامت دچار عقوبت می گردند و مؤمنان در نعمتهای ابدی قرار می گیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سأل سائل بعذاب واقع. درخواست کننده از مشرکان با تمسخر بر خود و قومش عذابی حتما واقع شونده قیامت را درخواست نمود که اگر آن حق باشد پس بگذار واقع شود. یعنی طبق روایت های صحیح کسی که با مسخره آمدن قیامت را طلب کرد یعنی نضر ابن حرث است. این از مترجم. للکافرین لیس له دافع. آن عذاب برای کافران واقع گشته کسی نیست که آن را از آنها دور سازد. من الله ذی المعارج. عذاب قیامت از جانب خدای دارای مرتبه و درجه های عالی و لطف و احسان ها به وقوع می پیوندد. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرشتگان و جبریل در روز قیامت که مقدار درازی آن 50,000 سال است به سوی خدا بالا می روند. فاصبر صبرا جمیلا. پس ای پیامبر بدون شکایت و بی‌تابی صبر کن. انهم یرونه بعیدا. یقینا کافران این عذاب را از امکان دور می پندارند و نراه قریبا. و ما آن را ناگزیر واقع شونده می دانیم. یوم تکون السماء کالمهل. آن روز که آسمان مثل مس و طلا و دیگر نوع معدن‌های آب شده می گردد. و تکون الجبال کالعهن. و کوه‌ها در سبکی و پاره‌شوی به مثل پشم رنگ کرده شده می شوند. ولا يسأل حمیم حمیما. و نزدیکترین دوست از حال نزدیکترین دوستش نمی پرسد زیرا هر کس در آن روز مشغول خود است. بعضی از درس و عبرت آیت های ذکر گشته قرآن از تهمت شعر و فالبینی پاک است. در حق الله سخن بافتن نهایت خطری بزرگ دارد. صبر زیبا آن است که بنده از الله اجر خواسته و کسی شکایت نکند. یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. نزدیکترین دوستان و خویشاوندان به یکدیگر نشان داده می شوند و همدیگر را می بینند، ولی از سبب شدت صحنه آن روز کسی از حال کسی نمی پرسد. گناهکاری سزاوار آتش جهنم تمنا می نماید که از عذاب آن روز در عوض خویش فرزندانش را پیشکش سازد. و صاحبته و اخیه. و همسرش و برادرش را پیشکش کند. و فصیلته التي تؤویه. و خویشاوندانش را که او را جای می دادند و وقتی سختی ها در پهلویش می ایستادند پیشکش نماید.
ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه و همه انسانها، جنها و مخلوقات زمین را پیشکش کرده، سپس این عوض او را از آن عقوبت مدهش نجات دهد. كلا إنها لظى هرگز کار آن گونه که این جنایتکار میپندارد نیست. یقینا آتش آخرت شعله زننده است. نزاعة للشوى از شدت حرارت پوست سر را از جایش سخت برمیکند. تدعو من أدبر وتولى هر کی را در دنیا از ایمان و عمل شایسته روی تافته و به آن پشت گردانیده است، به سوی خود فرا میخواند. وجمع فأوعى و او مال جمع آورده، پس آن را در خزینه اش نگاه داشته، از خرج نمودنش در راه خیر بخل ورزیده است. إن الإنسان خلق هلوعا به درستی که انسان سخت کم طاقت آفریده شده است. إذا مسه الشر جزوعا وقتی به وی بدی به مثل بیماری یا تنگ دستی رسد، بی صبری می کند. وإذا مسه الخير منوعا و وقتی به وی نیکی به مثل نعمت فراوان و باز توانگری رسد، آن را از خرج در راه خیر بسیار باز می دارد. إلا المصلين به استثنای نمازگزاران واقعی که از این دو وصف سالمند، الذين هم على صلاتهم دائمون آن کسانی که نماز خود را بر دوام می خوانند و چیز آنها را از نماز من نمی کند. والذين في أموالهم حق معلوم و آن کسانی که در مالهایشان حصه معین است، للسائل والمحروم آن حصه ها را به شخص پرسنده و کسی که نمی پرسد ولی با کدام سبب از روزی کافی محروم مانده است می دهند. والذين يصدقون بيوم الدين و آن کسانی که به وقوع روز جزا باوری قطعی دارند. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون و آن کسانی که ناوابسته از انجام عملهای شایسته از عذاب پروردگارشان ترسانند. إن عذاب ربهم غير مأمون بیشک نباید از عذاب پروردگارشان خود را امین دانست. شخص با خیرت همیشه از آن که شاید گرفتار عذاب الهی شود در هراس است. والذين هم لفروجهم حافظون و آن کسانی که شرمگاهشان را با پوشانیدن و دور داشتن از زنا و اعمال زشت نگاه می دارند، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر بر همسرانشان یا کنیزانشان، چون که آنها با بهره بردن شهوانی از همسران و کنیزانشان ملامت نمی شوند.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. پس آن کسانی که بغیر از همسر و کنیزانشان از جای دیگر طلب بهره بردن شهوانی کنند، پس این جماعت در حقیقت از مرزهای گذاشته الله گذشتگانند. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. و آن کسانی که امانتهای مالی، اسرار و غیر آن و عهدی با الله و مردم بسته خویشتن را رعایت می نمایند، به امانتها خیانت نمی کنند و عهدهایشان را نمی شکنند. والذین هم بشهاداتهم قائمون. و کسانی که شهادتهایشان را به طور لازم به جا می آورند، قرابت خویشی یا عداوت هیچ کس در شهادتشان اثر نمی گذارد. والذین هم على صلاتهم یحافظون. و آن کسانی که بر نمازهایشان با خواندن آن در وقتش و طهارت کامل و رعایت حضور باطنی محافظت می کنند. اولئک فی جنات مکرمون. این جماعه صاحب صفتهای مذکور در بستانهای جاویدان با نعمتهای مختلف و دیدار پروردگار اکرام خواهند شد. فما للذین کفروا قبلك مهطعین. ای پیامبر، پس مشرکان قومت را چی شده است که در اطراف جمع آمده در دروغگوی شماریدنت می شتابند؟ عن الیمین و عن الشمال عزین. تو را گروه گروه از سمت راست و چپ احاطه کردند. ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم. آیا هر کدامشان طمع دارند که الله او را به جنت ابدی وارد سازد و حال آن که بر کفرش باقی است؟ کلا انا خلقناهم مما یعلمون. هرگز کار چنانچه کافران و مشرکان میپندارند نیست. همانا ما آنها را از چیزی آفریده ایم که آن را میدانند. ما آنها را از آب حقیر نطفه آفریده ایم. ایشان بندگانی نهایت ناتوانند. برای خویشتن مالک ضرر و فایده نیستند. مادام که چنین است، پس چطور کبر می‌ورزند؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. پس سوگند به پروردگاری مشرقها و مغربهای آفتاب و ماه که ما قادریم على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. یقینا ما بر آن که به جای مشرکان بندگانی اطاعتکاری از آنها بهتر را هست گردانیم و آنها را هلاک سازیم قدرت داریم و ما وقت تبدیلشان را خواهیم از انجام آن مغلوب و عاجز نیستیم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
پس ای پیامبر آنها را بگذار که در باطل و گمراهیشان فرو روند و در زندگی دنیایشان بازی کنند تا وقتی که با روز قیامت که توسط قرآن به آنها در آن روز وعده عذاب داده می شود روبرو گردند. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. آن روز که از قبرهایشان شتابان به جانب محشر بیرون می آیند گویا که آنها با یکدیگر جانب نشانه سبقت می کنند. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. در حال چشمانشان سرازیر افکنده بوده خواری و ندامت آنها را فرا می گیرد. این همان روز است که در دنیا وقوع آن به آنها وعده داده می شد ولی پروایی نداشتند. شما سوره معارج را شنیدید. از سوره های نازل شده در مکه مکرمه و از روی ترتیب 72 سوره قرآن و دارای 44 آیت است. ترجمه تفسیر مختصر قرآن کریم با زبان تاجیکی